سوال چهارم درباره سفر کمی بیان کنید. یعنی یکی از برادرها در سفر بودند و ما گفتن که احکام سفر رو به ما بیان کنید مختصرا، به نهایت در مختصر به شما احکام سفر رو بیان میکنیم و میگیم که در سفر انسان حتما باید چه کند؟ نمازش رو قصر کند که یکی از مهمترین مسئله های سفر است. خواندن قصر در سفر این ضرور است و سنت یعنی خونده نمی شود در قصر. سنت خوند. قصر یعنی چی گفتنی گپ؟ نمازهای 4 رکعته رو 2 رکعت میکنید و سنت رو نمیخونید. سنت رو نمیخونید. خیلی که به این حدیث های صحیح دلالت میکرد. حدیث عایشه رضی الله عنها که میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که قصر میشدن، وقتی که مسافر میشدن، نماز رو قصر میخوندن که این اصلی نماز بود. اصلی نماز 2 رکعتی بود، به اصلی نماز باز میگردید و وقتی که باز با مقیمشون میمدن با 4 رکعتی 4 رکعت رو میخوندن. یعنی نماز بامداد 2 رکعت، پیشین 2 رکعت، عصر 2 رکعت، نماز شام 3 رکعت و نماز خفتن با 2 رکعت. اما در سفر نماز سنت بامداد و نماز ویتر حتما خوانده می شود، برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت مسافر بودنشون هم چخیلی که حدیث متفق علیه به این دلالت میکرد، حدیث عایشه رضی الله عنها که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه ترک نکرده اند 2 رکعت نماز بامداد و نماز ویتر. نماز ویتر 1 رکعت خوانده می شود، 3 رکعت خوانده می شود و 5 یا که از این بالاتر تا 11 رکعت خواندن جایز است. بارک الله فیکم. و در سفر روزه داشتن اختیاری است. اگر کسی مسافر باشد و مسافر بودنش تصدیق شود و اثبات شود، روزه گرفتن حتی روزه فرضی ماه مبارک رمضان اختیاری است. اگر خواهد می‌دارد، توانایی قدرت داشته باشد و اگر نخواهد نمی‌دارد. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفر روزه خود را آشامیدند، با شیر آشامیدند و روزه خود را خوردند. عموما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه آمده است که یک مرد را دیدند که همه به بالایش جمع می شود، سایه میکنند. گفتند که مبی به چی شد؟ گفتند که رجل صائم، مرد روزه دار است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که الله احتیاج به روزه داری ندارد، یعنی خودش مشقت ندید. انس ابن مالک میگن که ما در سفر بودیم، هیچ کس روزه دار به روزه خور رد نمیکرد، روزه خور روزه دار رو رد نمیکرد. یعنی قدرت و توانایی داشته باشد روزه دارید و اگر قدرت و توانایی نداشته باشد و ضعیف باشد، مسافر باشد، مشکلی و مشقت باشد، روزه رو به وطن خود باز میگردید، به مقیم میشید. بعد از این هر یک روزش رو یک روزی حتما میدارید، یعنی قضا میکنید. این مسائل از همه مهمترین سفر است. یعنی در سفر مسئله نماز جماعت واجب نیست، نماز فرض روز جمعه هم واجب نیست، اما رفتنش البته خوب است و افضل است. رفتن نماز خواندن خوب است و افضل است. بارک الله فیکم. این مسائلی که به ما سوال داده شده بود به شما